بعد این نویرم توالت رفتنی بود. بای گفت بیبی جان آمدن گفت داوید رفت ترس گودک دیگه نه این خیل کرده تو نیست نه او خیل داوید آمد شکمش قپیداد بینم که دیگه آوازشون برآمد بزنین میگه بزنین شیور داشتن نیست بودو کبیری نیست بودو خوی نیست بودو تروریسم ما چی ترور کردیم شوی ما دمی 51 سال کم 60 ساله او کجا یک رقم برداشتن نمیتونه چه خیلی این در کجا آمدگی ای خیلی در کجا آمدگی ای همسایه بیچاره ما کارشو ندارم همسایه ما بهترین انسانن با بیچاره برآمدن اینا شرم کردن میگن که در محکم کنین همرا که هیچ کنه بینه اینا ندنمی ازدواج هم کنن کشنم هیچ کنه برای باید خیلی بی‌عدالتیه وقتی که برآمد دخترم سیومکا کردن گریختن رفتم خیلی باید تا کدام درجه را خیلی میشود با ترس خو میرم با ترس میخیزم دچکم من نمیدونم چی کنم ایتانا میزنم اشکم میزنم اشکم میگودکم میبرم چی بگم نمیدونم بگم که تهدیدهای زیاد که هم به مادر من و هم به عائله اکای عبدالرزاق وقتی که مادرم گفت چرا کار سر کردین شما شرایطش به نهایت وزنین است گفت که تو خود در همونجا بدی گفت نبودم اما خبر دارم که در چه حالت است گفت بعد گفت که آخه اونا چون سلامتیش خوب نیست مردن شما ممکنه گفت که مردن گیرانم که جواب دادم دو زندانی سیاسی، دو قهرمان، دو روزنامه‌نگاری که در زندان حکم‌های طولانی گرفتند. یکی روزنامه‌نگار داملا زویدالله رازق و رحمت الله رجب که چند قبل آنها با عنوان رئیس جمهور یک نامه نوشتند و از رئیس جمهور درخواست کردند که پرونده آنها از نو دیده شود بررسی شود چون که آنها بیگناه هستند ولی بعد از آنکه که این نامه نوشته شد حتما فوری این دو زندانی را در خود داخل زندان به اتاق جریموی که شیزا میگویند در آنجا بردن انتقال دادن حکم دادن چند روز که به همگان معلوم است که اون اتاق جریموی یعنی آن که شیزا میگویند خیلی هم جای سنگین است برای انسان حتی اجازه نشستن خواب کردن نمیدهند اذیت میکنند خب یک نمود قواهای برقی که برای انسان زلالناک است اون استفاده میکنند خلاصه این دو نفر که داملا زویدالله هم سینش از 80 سال بالا هست رحمت الله رجب هم سینش از 60 بالا هست امروز در این زندان اذیت میشوند به خاطر که آنها همچون یک انسان همچون یک شهروندی که در زندان هستند از حقوق خود دفاع کردند و به نام رئیس جمهور نامه نوشتند که خواهش میشد که پرونده آنها بازرسی شود و آنها گناهی ندارند. ببینید وقتی که همین مکتوب رو هم اهمیت بدید در ده ها مکتوب‌های دیگر در ده ها مراجعات‌های دیگر وقتی که روبرو میشن با یک کارمند پلیس پروکورور با یک امنیت با هر کسی باشد حتی با سودیه در همین مکتوب هم آمده سودیه ها میگن که ما میدونیم که شما بیگناهید حرف شما قبول اما فرمان از بالا هست پروکورور میگه فرمان از بالا هست امنیت میگه فرمان از بالا هست سودیه میگه فرمان از بالا هست پلیس همین خیل هر کسی که در تاجیکستان جنایت میکنه ضد شهروند ضد ملت میگه فرمان از بالا است بالای پروکورور گنرالی کی هست بالاتر از پروکورور گنرالی بالاتر از یتیموف کی است بالاتر از رمضان رحیمزاده و از رئیس سود عالی کی است پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمانی به همین خاطر مردم عزیز و بخصوص مهاجرانی که شما در کشور روسیه قرار دارید من از همه شما خواهش میکنم که در این قضیه ها بی‌طرف نیستید حق خود را حقوق خود را از این حکومت پیغمبر بزرگوار اسلام میفرماید من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجیبه الیس بمسلم هر کسی که صدای کمکی مرد مسلمان یا زن مسلمانی را میشنود اگر دست کمک دراز نمیکند پس مسلمان نیست همیشه در مبارزه و فعالیت‌های خود استوار و ثابت قدم باشید این تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم هموطنان عزیز بی‌طرف نباشید نسبت این قهرمانان ملت آزادی و زویدالله رازق آزادی 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 و رحمت الله رجب آزادی 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 و زندانیان سیاسی تاجیکستان آزادی 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 نیست بود
آزادی با زبیدالله رازی. آزادی با رحمت الله رجب. نصف با ظلم. آزادی با زندانیان سیاسی. گفتنی هستم که نصف با ظلم بس، نصف با ظالم و زنده بود، پاینده بود آزادی، عدالت. آزادی به زبیدالله رازق، آزادی به رحمت الله رجب، آزادی به کل محبوسین سیاسی. و همه با هم باید آواز بگوییم که بس از ظلم، آزادی به زندانیان سیاسی، آزادی به رحمت الله رجب، آزادی به استاد زبیدالله رازق. اگر روز از روز این مردم آگاهتر نشوند، اگر طلب دادخواهی، من نمیگم از رحمان طلب دادخواهی کنن، من میگم که از همون مشکلات خودشون باید طلب کنن از مقامداران مربوطه تاجیکستان تا اینکه وضعیت در تاجیکستان تغییر کند. به این نتیجه رسیدم که دیگر تکیه زیاد به این قشر بلون روشنفکر ملت باید نکند، بلکه خب ملت ما همون ملت دیگر هر چی هستیم همون هستیم. مبارزه را باید مهاجر برد، مبارزه را باید همین مخالفین برند، مبارزه را باید همون روشنفکران واقعی، روزنامه‌نگاران واقعی که چی در داخل چی در خارج ایستادن در شبکه‌ها می‌بینیم چقدر فعالیت جانانه میکنن، اینها کنن. اینا هیچ وقت دعوای پیشوا و روشنفکر و زیایی بودن و مثلا صاحب رسانه و صاحب قلم بودن رو نکردن و نخواهند داشت. پس این مسئولیت گر بر دوش شما میافتد و از آن جانب مسئولیت زندانی‌های سیاسی است. بستن حزب نهضت بستن مساجد است. اینا انتظار باشم وقتی حزب نهضت بسته میشه، انتظار باشم که مساجد یک تا آهسته آهسته پای هم بسته میشن و اون نقشه که در مثلا جمهوری ما رفته ایستاده است برای از حیات جامعیت دور کردن اسلام، این چیز و مثلا تدریج رفته ایستاده است این کار و سری مساجد هم میاد این روز. و هر قدری که بالای ما و شما فشار و تعقیب و تحقیر و توهین و تهمت هایی نزدند، باز ما همان قدر استوارتر، قویتر و در عزم راسختر باقی مانده ایم. ما طی این سالهای اخیر که اینقدر فشار بالای ما آمد، ما پرخاشگری نکردیم، ستیزجویی نکردیم و تنها در چهارچوب قانونهای موجوده و سرقانون کشور با آداب و اخلاص اسلامی فعالیت داشتیم و انشاءالله در آینده خواهیم داشت. ما اینجا نشستگان فرزند یوگه این سرزمین نیستیم. صلح و ثبات مال ما هم هست. دل ما هم برای این وطن می سوزد، می تپد. ما آبادی و آرامی این کشور را خواهان بودیم و خواهیم بود.